سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیوی 10 زن نیرومند دنیای کمیک بوک های ابرقهرمانی. از دهمین شماره شروع میکنیم. اما فراست یک میوتاند بسیار نیرومند است که هستش که توانایی های شگرف تلپاتیک داره. میتونه به یک شکل الماس ارگانیک هم در بیاد که بنیه و استقامت او را تقویت میکنه. البته از ابتدا قدرت‌های اصلی او ذهنی و تلپاتی بوده، ولی چند باری هم دیده شده که قدرت‌های تلکانسیس جابجایی اجسام با ذهن از خودش بروز داده. ضمن اینکه هوش بالایی هم داره و در رشته‌های مختلف مدرک دانشگاهی هم داره، مثل رشته علوم آموزشی، مدیریت بازرگانی و غیره. و در حالی که او همچنان از نظر ذهنی نیرومنده که با امثال پروفسور ایکس برابری میکنه. میرسیم به شماره نهم، کاپیتان مارول. کاپیتان مارول با اسم واقعی کارل دانورز قدرت بنیه و طاقت و فیزیک فرانسانی داره. او همچنین میتونه پرواز کنه. همچنین یک جور حس ششم محدودی هم داره و چون با نژاد فضایی کری پیوند خورده، نسبت به اکثر سمها و موادهای شیمیایی آلوده مسن هستش. بنابراین بدنش به نوعی شکست ناپذیر هست. وقتی در قالب بینری فرو رفت، میتونست انرژی های ستاره ای را هم کنترل کنه و در نتیجه روی حرارت، میدان های الکترومغناطیسی و جاذبه تاثیر بذاره و در خلا فضای هم زنده بمونه. شماره هشتم، استار سافایر. شخصیت های مؤنث که اسمشون استار سافایر بوده از خیلی وقت پیش از عصر طلایی کمیک در دنیای دیسی حضور داشتند که اکثرا هم شخصیت خبیث بودند. برجسته ترین و شناخته شده ترین آنها کارل فریس نام داشته که گاهی هم دوست دختر هر جوردن بوده. او وقتی توسط جواهر استار سافایر تسخیر میشه، به قدرت‌های ذهنی پیدا میکنه و شبیه به قدرت‌های گرین لانترن هستش، مثل فورک بلاست، سپر محافظتی و پرواز. منشأ قدرت‌های او یک نژاد فضایی مؤنث به نام زامارونس هستش. ضمناً ما یک گروه هم به نام سپاه استار سافایر هم داریم که شبیه به گروه سپاه گرین لانترن ها هستش. اعضای این سپاه نیروها و نقاط ضعف مرتبط با عشق هم دارند. شماره هفتم، شی هالک. جنیفر والترز ملقب به شی هالک، دخترعمه بروس بنر هالک هستش و دچار بیماری نادری شد که نزدیک بود منجر به مرگش شود. بنابراین نیاز به خون بروس بنر پیدا کرد. در نتیجه این انتقال خون او هم مثل پسردایی خود تبدیل به موجودی سبزرنگ و قوی حرکت شد و لقب شی هالک پیدا کرد. جنیفر البته در نهایت توانست خودش را کنترل کند. به عبارت دیگر او توانست وقتی که به شکل هالک در می آید ذهن و هوش خود را داشته باشد و در هر حال او قدرت‌های تقریبا برابر با هالک را داره و اگرم واقعا خشمگین یا احساساتی بشه به قوی ترین زن مارول تبدیل میشه که واقعا عجیبه. شی هالک جسم و پوستی بسیار مقاوم داره که در مقابل استرس و فشار و ضربه کاملا مقاوم هستش و به ندرت میشه بهش جراحت وارد کرد. هیچ بیماری زمینی در او اثر نداره و او ضمناً از قدرت‌های خود شفادهی یا هلینگ فاکتور هم برخورداره. میرسیم به شماره ششم، واندر وومن. واندر وومن همواره که در کنار سوپرمن و بتمن جزو 3 شخصیت اصلی دیسی بوده و همیشه به عنوان پرسابقه ترین بانوی دنیای کمیک به او نگاه شده، چون 75 سال پیش در شماره 8 کمیک آل ستار کومیکس خلق شد. نمیشه برای او یک ارجین خاص و ثابت تعریف کرد، چون منشأ او مداوم در حال عوض شدنه.
بنابراین قدرت‌های او هم در دنیای کمیک متغیر بوده و مثلا در دنیای طلایی کمیک قدرتی برابر با سوپرمن در آن دوره داشت. در دوران بعد از رویداد معروف Crisis on Infinite Earths، یعنی بحران در زمین‌های بی‌نهایت، هم قدرت‌هاش تغییراتی داشت و دیدیم که آنها را به عنوان محبتی از خدایان و الهه‌های المپیا دریافت کرد. اما در هر حال اینها قدرت‌های همیشگی او هستند: قدرت، سرعت، استقامت و طول عمر و فرابشری، پرواز، تخصص در مبارزه تن به تن، استفاده از کمند حقیقت، دستبندهای نشکن، شمشیر و سپر. شماره 5، جسی کویک. جسی چمبرز، ملقب به جسی کویک، از تندروی اسپستر های معروف دنیای دیسیه که البته با نام لیبرتی بلی هم شناخته می شود. حالا چرا از واندر وومن قوی تره؟ این یه سوال خیلی مهمه، چون او در دنیای کمیک با اون چیزی که در سریال فلش هم دیدیم فرق داره. در واقع او دختر دو ابرقهرمان دیسی در عصر طلایی به نام های جانی چمبرز و لیبرتی بل هست که قدرت‌های آنها را به ارث برده و میشه گفت قدرت‌هاش ترکیب شده و از قدرت‌های سوپرمن و فلش. بنابراین هم سریع میدوه و هم پرواز میکنه. قدرت‌های او مربوط به اسپید فورک هست. ضمن اینکه میتوان گفت قدرت و بنیه فوق بشری مادرش هم به ارث برده و میتونه اشیای بسیار بسیار سنگینی هم بلند کنه. شماره 4، اسکارلت ویچ. جهش یافته میوتانت بسیار نیرومند به نام اصلی واندا ماکسیموف که شاید در نگاه اول فقط انگار ورده های جادویی بلد است، ولی در اصل چیزایی که او را بسیار نیرومند میکنه این است که میتونه روی قوانین طبیعی عالم تأثیر بذاره و واقعیت مجازی تولید کند. مثلا یه بار اسکارلت ویچ تنها با گفتن 3 کلمه نومور میوتانت، یعنی میوتانت دیگه بسه، به طور عظیمی دنیای مارو رو تغییر داد. در حقیقت در سری کمیک های هیوز آف ام، اسکارلت ویچ برای آنکه فرزندان خود را زنده کند یک دنیای جدید را خلق کرد. اما پس از اینکه ابرقهرمانان مارو متوجه موضوع شدن، اسکارلت ویچ را که پدرش یعنی مگنتو که مقصر میوتانت شدن خود میدانست، این 3 کلمه رو در زبان آورد و در نتیجه جمعیت میوتانت های جهان از چند میلیون نفر به صدها میلیون نفر کاهش یافت. حتی مگنتو هم از خشم اسکارلت ویچ در امان نبود و نیروهای خود را از دست داد. شماره 3، هوپ سامرز. هوپ سامرز اولین میوتانتی بود که بعد از واقعه ام-دی به دنیا آمد. این واقعه در واقع توسط اسکارلت ویچ ایجاد شد و در نتیجه آن 91.4% از جمعیت میوتان‌های جهان قدرتمند میوتانتی خود را از دست دادند. هنوز حد و حدود قدرت‌های او مشخص نشده ولی میتونه حتی ژن‌هایی که باعث جهش ژنتیکی میشوند را فعال کنه یا تغییر بده. ضمن اینکه دیده شده قدرت بسیار مخرب فونیکس هم در وجود هست. او همچنین میتونه قدرت‌های میوتان را تقلید کنه. میرسیم شماره 2، سوپرگرل تمام قدرت های سوپرمن مثل فریز برید و همچنین هیت ویشن را داره که حتی گاهی اوقات از او هم قوی تر نشان داده شده. توانایی های او سرعت، تحمل، استقامت و نیروی فوق بشری، پرواز، آسیب ناپذیر بودن در حملات و ایستادگی در برابر مبارزه با تن به تن. او همچنین آنقدر قویه که میتونه از وسط اصابت 2 سیاره گیر کنه ولی چیزیش نشه.
شاید تنها دو دلیل که داره سوپرگرل در رتبه اول قرار نگرفته، یکیش اورجینش تغییر کرده و از میزان قدرتش کاسته شده، دومیش هم اینه که مثل سوپرمن به کریپتونایت ضعف داره. میرسیم به آخرین و رتبه یک مشترکا، جانو و جنگری. جانو که از شخصیت‌های نسبتاً گمراه مارو هستش، او دختر آریماتیس و هرکول است. سعی کرد برای نجات کهکشان خودش را تقدیم گالاکتوس کنه که به دستیار جدیدش تبدیل بشه. بنابراین به یک سیلور سرفر مؤنث تبدیل و به یک قدرت کیهانی دسترسی پیدا کرد و تبدیل به کسی شد که دشمنان او چه در فضا چه در زمین از دست او در امان نبودند. قدرت و سرعت بسیار زیادی داره که میتونه پرواز و آسیب ناپذیر هم باشه. او در رابطه با او این سوال نیست که از پس چه کارایی برمیاد، بلکه این است که از پس چه کارایی بر نمیاد. جانو قدرت کیهانی داره و میزان قدرتش هم نامحدوده. جنگری هم یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ مارول است که او اعضای اصلی و مؤسس گروه ایکس من و همسر سایکلوپس به حساب میاد. قابلیت جابجایی که قدرت‌هاش اجسام یا ذهن خودش تلکانسیس، تلپاتی و ساطع کردن نیروهای ذهنی و تبدیل آن به سلاح واقعا قدرتمند و اینکه ذهن خوانی و کنترل ذهن و تغییر حافظه دیگران از قدرت‌های بسیار عجیب اوست. اما اصل قدرت‌های او تبدیل شدن به فونیکس، اما قصد اصلی او وقتی که آشکار میشه که نیروهای فونیکس در او ظاهر میشه و تبدیل میشه به فونیکس سیاه. اینجا که میتونه ماده و انرژی زمان رو تغییر بده و کنترل کنه، در فضا سفر کنه، آتش کیهانی تولید کنه، پس از مرگ دوباره زنده بشه که واقعا هم عجیبه و حتی روی حیات و انرژی درون دیگران هم تأثیر بگذاره. وقتی او فونیکس سیاه شد، میلیاردها میلیارد نفر از یک نژاد بیگانه را با بلعیدن ستاره سیاره‌ای سیاه رنگی که آنها را به کشتن داد. بله، جین کاملا قدرت های یک ستاره رو گرفته بود. این هم شاید ذهن شما باشه. قدرت های فونیکس سیاه اونقدر زیاد و مخرب بود که جین برای اینکه به کسی آسیب نزنه خودکشی کرد. ممنون از شما دوستان که تا این لحظه با ما بودید. ممنون میشم که کانالمون رو سابسکرایب و ویدیومون رو لایک و حتما هم اگه در مورد زنهای قدرتمند چیزی میدونید در کامنت های یوتیوب بنویسید. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با هم همراه بودید. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. خدا نگهدار.